شوهرم. تو اینجا چه غلطی میکنی؟ خودت اینجا چه غلطی میکنی؟ اینجا چیکار میکنم؟ اینجا محل کار منه دیگه. تو اینجا چیکار میکنی؟ کیه؟ ببخشید که زودتر از اینا معرفی نکرده بودم. مگه تو نمیشناسی این دوست پسرمو؟ دوست پسرم شوهرم، شوهرم دوست پسرم. دیگه اینجا جای من نیست. فردا تو دادگاه میبینمت. من فردا کار دارم. هفته دیگه میام دادگاه. چرا بازیمون نگاه خیلی خوب شده نه؟ پشت بازومون سه لاری از پشت زدن. این چه وضعشه؟ چه غلطی میکنین اینجا؟ خود اینجا چه غلطی میکنه؟ قرار بود 2 ساعت دیگه بیای. ببخشید کارم زود تموم شد. اینجا خونمه اومدم. خونته که خونته، نباید کارتو بپیچونی. پول نداریم توی زندگی، مجبورم برای دوست پسر گلم همش چای بذارم. 8 تا لیوان خورد. والا مرتیکه کیه؟ مرتیکه ببخشید معرفی نکردم. دوست پسرم شوهرم دوست پسرم. چه غلطی میکنه اینجا؟ چه غلطی که قربون میشم. تو 8 ساعت بیرون سر کاری. حوصله‌ام سر میره دیگه. یکی بعد باشه اینجا. من میترسم از تاریکی حتی اگه روشن باشه. نه به تو که اینو تنها گذاشتی خونه. من نمیفهمم جفتتون چقدر پرو بی حیایین. دیگه داری دیوونم میکنی یا وعده ما هفته دیگه دادگاه. نگاه کن هفته دیگه نمیتونم بیام. بذارش هفته بعدش. گوی میخوای بخوری